ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لله تعالی. امروز هم که باشد عزیزان دل تصمیم گرفتم در یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اطراف دعا هستی برای شما یک صحبت داشته باشیم. اصلا من و شما باید طرز دعا کردن را یاد بگیریم. امروز بسیاری از مردم را در جامعه دیده می شود که دعا کردن اوقا کاری مشکل نیست. جوانای مسلمان سن سالشون هم به جای رسیده است، حتی دعا کردن نمیتونن. شرم است برای مسلمانی که دعا کردن نتونه. به همین خاطر عزیزان دل، پیش از آغاز صحبت از هر یک و یک شما برادران خواهران عزیز بنده همچی یک نصیحت کوتاه درخواست دارم که طرز دعا کردن رو یاد بگیرید، آداب دعا کردن رو بدونید. حتی در یک روایت هم هسته که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الله غضب میکند بالای بنده که دعا نمیکند. الله را دعا نمیکند، بالای او بنده غضب میکند. دعا یعنی که یک کس فریاد کردن، یک کس با کمک خود خواستن. ایرا میگن عربا دعا. به همین خاطر امروز تصمیم گرفتم یک دعای زیبایی که پیامبر از 5 چیز به سوی الله پناه میبرد به شما برسانم. این چیزایی که پیامبر میگوید در برابر این 5 چیزی که به سوی الله پناه میبرد، هم دعا، طرز دعایی که پیامبر یاد بگیریم که پیامبر چی نمود دعا میکرد، و هم طرز بدونیم که این چیزایی که پیامبر به سوی الله پناه میبرده است این چیزا به حد چیزای ضروری بدستن دانستن من و شما عزیزان دل. یکم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستای مبارک خود را مثلا که به درگاه الله بی‌نیاز وقتی که بلند میکرد میگفت بارا الها ما به سوی تو پناه میبرم از همسایه بد، از اون همسایه بد، از اون همسایه که همیشه آزار و اذیتش به من میرسه. الله مهربان به سوی تو پناه میبرم. عزیزان دل، همسایه خوبم داشتن، همسایه نیک به حد نعمت بزرگه. یکی از حکمت ها این حدیث این است که به مجرد که هر کسی که گوش میکنه این حدیث پیامبر، این دعای پیامبر، وقتی که همسایه نیک داشته باشه، همسایه خوب داشته باشه، شکر به درگاه الله کنه که نعمت بزرگی را داره. همسایه که همیشه شما پشت بام باشه، چی در ظاهر چی در غایب به شما خیانت نکنه، چی در مال شما، چی در ناموس شما، چی در خانواده شما، چی در فرزندان شما خیانت نمیکند، همسایه خوب است، بهترین نعمت است. و همین خاطر پیامبر یکم چیزی که به درگاه الله پناه میبرد از همسایه بد. و دوم این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پناه میبرد به سوی الله متعال از اون زنی که مرا چکا کنه تیز به پیری برسونه. یعنی سنی سال ما به پیری نرسیده است، لیکن از همون زنی بد، از رفتاری همون زنی بد من تیز پیر شم، به سوی الله پناه میبرم. اینم عزیزان دل یک چیز مهمی است در زندگی هر برادری که الله مهربان یک زن خوب، یک زن وفادار الله متعال داده است، قدر او را باید بدونه، منزلت او زن باید بدونه، حرمت او زن بدونه. به خاطر که زنی بد نگاه که پیامبر به سوی الله پناه میبره. یعنی که از اون زنی که از سبب خلق بد او ما تیز به پیری برسم، به سوی الله پناه میبرم. به همین خاطر عزیزان دل، جوانایی که حال عائله برپا نکرده همیشه به درگاه الله متعال دعا کنه که پروردگار مهربان از زنهای بد نگه داره. به خاطر که در جامعه امروز بسیار دیده میشه زنهای بد اخلاق را، دخترای بد اخلاقی که نه تربیت دارن نه اخلاق خوب دارن. حتی در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه نصف نعمت دنیا این زن خوب است. زن خوب، به اون خاطر میگن زن خوبی فرمانبر پارسا کند مردی درویش را پادشاه. یعنی پادشاه به این معنی که زن خوب باشه، زن با مصلحت باشه، زن با وفا باشه، اون مرد یک زندگی خوب درک میکنه.
اگر زنی ناشکر، ناسپاس یا زنی بد اخلاق یا زنی بگیم که خیانتکار باشد، چی در مال چی در ناموس، اون مرد همیشه بیچاره اشک دیده داره، همیشه غم داره، سن سالش یاشه، لکن نگاه مینه که رنگ انسانهای کلون سال میتوه از همون زنی بد. و این دیم بود. سیم چیز به درگاه الله پناه میبرد پیامبر از بگیم که مالی که اون مال سبب شوه و روز قیامت مرا الله عذاب کنه، از اون مالم پناه میبرم. یعنی از مال حرام، از اون مال حرام هم باسی الله پناه میبرد. یعنی از مالی که یعنی چگونه از مال، یعنی از اون مالی که اون مال سبب شوه و مرا الله متعال به سبب اون مال چکو کنه عذاب کنه، از اون مالم پناه میبرم. یعنی مالی که زکات او را این بای ها نمیتن، بای هایی که پلشون به زکات رسیده است پل اون زکات نمیتن، اون مال روز قیامت برای اون صاحبش عذاب میاره. یا انسان هایی که امروز وقتی نماز میشوند چکو میکنن، میگه حالی نماز بعد میخونی کار کن نکن، انمو پلی که به دست میاره، انمو پل در او وقتی نماز که هسته نماز که نمیخونه، انمو پل روز قیامت عذاب بالای همون صاحبش میشود. یا امروزه یک مالی را که یک انسان چکو میکنیم فند فریب میکنیم، فند فریب میکنیم، مال چکو میکنیم، از آن خود میکنیم، انمو مالم روز قیامت با بالای من شما چی میشود؟ یک عذاب میشود. یا بعضی مسلمان های جاهل امروز با خود عادت پیدا کردن که از کافرها مال دزدی کنی با کی نداره. این مالی که از اون کافر یا از مسلمان دزدی میکنی، این مال برای تو روز قیامت یک عذاب میشود. به همین خاطر پیامبر به درگاه الله پناه بردن از اون مالی که اون مال چی شود؟ بالای ما سبب عذاب ما شود. به همین خاطر عزیزان دل کوشش کنه که در هر کجا که باشه از رزق حلال چکا کنه، در زندگی خودتو پیاده کنه. یعنی که از پای مال حلال بگرده، از مال حرام پرهیز کنه. وقتی نماز کشید نمازتون بخونه، الله مهربان رزاق است، الله مهربان عزت میده. و چهارم چی؟ یعنی که به درگاه الله پناه میبرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از بگیم که دوستی که در پیشیمان، یعنی که در حاضر در پیشیمان به من دوستی میکند، لکه از قفا بر من چکو میکند بدی را روا میبیند، از این گونه دوستم بسی الله چکو میکنم پناه میبرم. پیامبر گفت یعنی از دوستی که یعنی که در پیش تعریف توصیف میکنه، لکن از پشت به اصطلاح حاضره بگیم خنجر میزنه، از این بگیم گونه دوستم به سوی الله مهربان چکو میکنم پناه میبرم. این گونه دوستام عزیزان دل زیاد هستند. یعنی که درود خنده میکنه، نگاه میکنی فکر میکنی به حد دوستی خوبه، میگوی فکر میکنی که ایده دوستی خوب دیگر نیست، لکن وقتی که در غیب در پیش دیگر کسا خنجر به تو میزنه. به همین خاطر از این گونه دوستا هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به درگاه الله چکو کرد؟ پناه برده. عزیزان دل دوست پیدا کردن هم امروز در این جامعه حاضری که ما و شما زندگی کردیم بسیار مشکل است. گفت او شاعر که دوست ها جانی و نانی و زبانی میشن، به نانی نان بده بیرانش، به زبان بیراندش، به جانی جان بیته اگر میتوانی. میگه یعنی که با او دوست جانی که مثلا که همیشه در خرسندی تا خرسنده، در زقیت زقیدر پرشکستگی در بریت است، با او جان تبته اگر میتوانی. به همین خاطر اصحاب پیغمبر به همدیگر دوست جانی بدن. معلاسف امروز همه من شما اکثریت ما دوستی زبانی هستیم یا دوستی نانی هستیم، بهری مال و پل دوستی میکنیم، در یک پسی بزنیم از همدیگر میگریزیم، همدیگر کمک نمیکنیم. الله هدایت میکنه که دوستی حقیقی باشیم. در یک روایت دیگه هم داریم که پیامبر میگوید که یک ملائکه را الله مهربان به صفت یک انسان روان کرد، گفت برای همین بنده مرا پرسان که کجا میروه. وقتی اون ملائکه به صفت یک انسان اومد از پیش راه اون جوان اومد، گفت کجا میره؟ گفت به این قشلاق. گفت به چی خاطر؟ گفت اینجا یک دوست دارم به عیادتش میرم. گفت آیا یکم درآمدی میبینی؟ یعنی یکم پول مال به تو میته؟
که میره عیادتش میکنی، گفت نه به خاطر خدا دوستش میدارم. گفت به خاطر خدا که دوستش میداری بدون که الله ترم دوست میداره. به همین خاطر عزیزان دل امروز ما شما بسیار دعوا میکنیم که ما الله دوست میداریم، پیامبر دوست میداریم، لیکن مهم که الله ما را دوست بداره. انا الله دوست داشتن سببش در چی میشه؟ سببش دوستی کردن از برای خدا. به هر کسی دوستی میکنیم از برای خدا دوستی کنیم. دوستی حقیقی اگر سخت هم برسه حق برات میگه. اگر دوستی حقیقی در رای ناحق هم برای اگر نفرت هم میگد که همین راه ناحق است، همین کاریت نادرست است، همین عملیت میکنی نادرست است، همین عملیت میکنی خلاف شریعت است. دوستی حقیقی این یورا میگن. جامعه من شما هم که انسان ها امروز از دین که دور هستن همون دوستای زبانی را اختیار میکنن. از دوستای حقیقی بسیار انسان گریز میکنن. لیکن انسانی که دوست حقیقی باشه اگر چند یک دوست هم داشته باشی از 100 تا اون دوستای زبانی را خوب هستن. به خاطر در یک حالت وزمین همه دوستای زبانی و دوستای نونیت را تر میکنن، لیکن دوست جانی همیشه در قبط هست. به همین خاطر در یک حدیث دیگه هم داریم که انس ابن مالک رضی الله عنه میگه که حلاوت ایمان انسان در 3 چیز میچشه. یکی از اونها دوست داشتن از برای خدا، بنده های خدا را از برای خدا دوست می‌داری. به همین خاطر در جامعه هم کوشش کنید که دوستای بهتر را برای خود اختیار کنید و چگونه که در اول ذکر کردم طرز دعا کردن ها را یاد بگیره. بدن مثلا که کلان سال های بدن، بعضیشون گذشتن الله رحمت کنه، بعضیشون در حیات هستن بیچاره نخوندن طرز دعا در طرزی که دعا میکنن، بعضیشون بیچاره نمیدونن به طریق خطا خوجه خیزر پیش کارش خوجه خیزر دسته بگیره، موسی کشویش کارش و زرید پختن میچی دعا میکنن. اونها بیچاره در او دور زمان که مشکلات که با چی که بود تعلیم نگرفتن. لیکن امروز نگاه کنی که علم پیشرفت کرده است، لیکن مردم رو به فحشا وردگی هستیم، رو به چیزای بی معنی بی فراست وردگی هستیم. به این خاطر کوشش کنی که طرز دعا کردن یاد بگیره و این دعاهایی که پیامبر میکرد اینها رو در زندگی تو تطبیق کنی تا که محبوب الله قرار بگیریم. الله متعال در این لحظه های زندگی به هر یک من شما پروردگار مهربان توفیق عمل صالح به اخلاص به محبت و پروردگار مهربان این مردم مظلوم فلسطین را از دست این صهیونیستای ملعون خلاص بگرداند. اونها را پروردگار مهربان تنجی و آرامی نصیب و روزی بگرداند. پروردگار مهربان به گذشتگان من شما رحمت و مغفرت کند و با زنده های من شما الله مهربان توفیق نصیب و روزی بگرداند و با مردم مسلمان روی دنیا، کلی مردم مسلمان روی دنیا در این حالت که هستن پروردگار مهربان هر یک تا اونها به خود آرزوی داره، پروردگار را با آرزوشون برسان، گذشتگانشون رحمت و مغفرت بکن و پروردگار مهربان مردم غریبی که دور از وطن هستند به هر مراد و مقصد نیکی که آمدن پروردگار به مراد نیکشون برسان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.